به آسترونقش خوش اومدین. اینجا جاییه که هر روز نقش ستاره ها رو بر مسیر زندگیمون میخونیم. پس بیاین با هم به آسمون امروز نگاه کنیم. تحلیل انرژی روز 16 خرداد 1404. ماه امروز همچنان در جدی و حال و هوای درونمون همچنان جدی، متمرکز و کمی درونگراست. اما یک تفاوت مهم هست. امروز ماه در تقابل با ناهید قرار میگیره، یعنی بین دلخواسته ها و وظایف ممکنه تنش یا کشمکش پیش بیاد. ممکن از خودت بپرسی آیا دارم خودم رو در اولویت میذارم یا دارم فقط توقع دیگران رو برآورده میکنم؟ از طرفی خورشید در جوزا همچنان ذهن ما رو فعال و کنجکاو نگه می‌داره. ممکنه با اطلاعات یا پیشنهاداتی روبرو بشیم که وسوسه‌مون کنه وارد مسیر جدیدی بشیم. اما ماه در جدی یادمون میندازه که هر حرکتی باید حساب شده باشه. پیشنهاد امروز من به تو آسترونقشی عزیز اینه که مرزی مشخص کن بین نیاز به رضایت دیگران و نیاز به احترام به خودت. امروز روزیه برای تصمیم‌های خردمندانه، حتی اگر کوچیک باشن. اگه داری به کاری نمیگی، مطمئن شو که داری به خودت آره میگی و یادت باشه که ساختن همیشه از انتخاب شروع میشه. اگر صدای امروز با دل تو هم نوا شد، ردی از حضورت بذار. یه لایک، یه نشونه یا حتی یک کلمه. و اگه دوست داری همیشه اولین کسی باشی که پیام آسمون رو میشنوه، آسترونقش رو دنبال کن. ما اینجاییم تا با صدای ستاره ها راه و روشن‌تر ببینیم. آسترونقش رمزگشایی آسمون در مسیر زمینه. هر روز یک نقش، یک نشونه، یک نفس.